بسم الله الرحمن الرحیم. خب، اعوذ بالله السمیع العلیم. بسم الله الرحمن من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صدای بنده انشالله باشه. تلاوت آیات قرآن کریم با انشالله که جناب آقای سلمان بزرگوار پخش بکنن، بعد انشالله بریم رسما سراغ مناظره امشب خدمتتون خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند رحمتگر مهربان. الهاکم التکاثر. تفاخر به بیشتر داشتن شما را غافل داشت. حتی زرتم المقابر. تا کارتان و پایتان به گورستان رسید. کلا سوف تعلمون. نه چنین است، زودا که بدانید. ثم کلا سوف تعلمون. باز هم نه چنین است، زودا که بدانید. کلا لو تعلمون علم الیقین. هرگز چنین نیست اگر علم الیقین داشتید. لترون الجحیم. به یقین دوزخ را می‌بینید. ثم لترونها عین الیقین. سپس آن را قطعاً به عین الیقین در می‌یابید. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. سپس در همان روز است که از نعمت روی زمین پرسیده خواهید شد. خب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی نبینا نبی الامین و علی آل بیته الطیبین الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تک تک عزیزان و بزرگوارانی که صدای بنده را همکنون به صورت زنده میشنوند. امیدوارم که ایام به کامشون باشه و ماه مبارک رمضان تا به امروز انشالله که درهای رحمت رو به روی تک تک دوستان عزیز ما گشوده باشد. همچنین تبریک عرض میکنم، تبریک عید سعید فطر رو که پیش روی ما هستش. انشالله که عید هم بر همه دوستان مبارک باشه. اما متاسفانه اتفاقاتی افتاده در کشور همسایه کشور عراق که عید سعید برخی از مسلمین رو به عید نو تبدیل کرده و این بزرگواران عزادار هستند که واقعا اینجا جا داره که بگیم و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انشالله که افرادی که به فکر تفرقه بین مسلمین هستند به زودی به نتیجه اعمال خودشون خواهند رسید و انشالله که دوزخ جایگاه اینها خواهد بود. تسلیت عرض میکنیم. بیش از 250 شیعه و سنی کشته شدند در عراق شریف و متاسفانه این حادثه پیش اومده که جا داشت تسلیتی رو خدمت دوستان عرض بکنم. اما الوعده وفا جلسه دوم مناظره امشب خواهد بود. انشالله که خدمتتون خواهیم بود. دو طرف برای مناظره آماده‌اند و انشالله مباحثشون رو ارائه خواهند کرد. قضاوت هم به عهده دوستان عزیز و بزرگوار ما خواهد بود. مناظره امشب که دومین شب از سلسله مناظرات ندای شیعه هستش با گروه پرچم توحید و همچنین کانال منهاج، انشاءالله در موضوع عدالت صحابه برگزار خواهد شد. از طرف شیعه جناب آقای هادی خسروی، دوست بزرگوار محمد هادی خسروی، ابو احمد بزرگوار حاضر هستند. از طرف مخالف هم جناب آقای خالد ابن ولید انشاءالله که خدمتشون خواهیم بود.
مدیریت مناظره همونطور که جلسه اول عرض کردم به مجموعه ندای شیعه سپرده شده و طرف مقابل خب برش ثابت شده و به ما اعتماد کرده که اینجا عدالت رعایت میشه. قوانین مناظره رو که من جلسه اول خدمتتون عرض کردم و دو طرف مناظره رو ملزم میکنم به همون قوانینی که قبلتر عرض کردم و خلاصه وار یک بار بگم. اولا اینکه توهین خب ممنوع، طبیعی هست، عقلانی و بدیهی هستن این قوانین. انشالله که توهینی ما از دو طرف مشاهده نکنیم که اگر توهینی بخواد اتفاق بیفته تذکر داده میشه و خب اینجا در واقع ملت هم شاهد هستن که چه کسی قصد فرار و برهم زدن مناظره رو داره. مناظره به صورت صوتی، لطفاً خطاب به یکدیگر وقتی بزرگواری روی میکروفون هست تکست نزنید، فقط میتونید یه روایت‌هایی رو داخل تکست قرار بدید. اون موقع که روی میکروفون دارید صحبت میکنید وقت باید رعایت بشه. 6 تا تایم 5 دقیقه انشاءالله خدمتتون خواهیم بود. تایم اول 1 دقیقه اضافه است. هر بزرگواری میتونه تا 30 ثانیه از وقتش تجاوز بکنه از اون 5 دقیقه‌ای که بهش داده شده. تا این 30 ثانیه تموم نشده صداش توسط ما قطع نخواهد، ولی بعد این 30 ثانیه ما صداش رو قطع میکنیم و طرف مقابل میاد و وقتش رو شروع میکنه. این 30 ثانیه تجاوزها در تایم آخر به طرف مقابل داده میشه. لینک هم میشه زد، مشکلی نداره. فقط میگم لطف بفرمایید که در واقع وقتی طرف مقابل شما روی میکروفونه توی تکست چیزی نزنید. شما وقتی روی میکروفونید حق دارید که از تکست هم استفاده بکنید دیگه، ولا غیر. انشالله که این رعایت بشه. ادمین های ما اینجا تشریف دارن از طرف شیعه، 2 نفر ادمین هستن، بنده به عنوان مجری مناظره خدمتتون هستم. از طرف اهل سنت هم 1 نفر رو که محسن اومدن و برای ادمینی حاضر باشن. اگر هم نیستن، اگر ادمین بخواید ما مشکلی نداره. ابو هشام ادمین هستن، میتونید تنظیم بکنید که دوستان ما ایشون رو ادمین کنن بتونن وارد روم بشن و خدمتشون خواهیم بود. این ادمین ها مدیریت مناظره رو بر عهده دارن. تایم رو خانم مرعات بزرگوار انشالله داخل فضا درج خواهند کرد، ما خدمتشون خواهیم بود و در واقع هر 2 دقیقه یک بار هم فکر می‌کنم تذکر بده. دقیقه آخر هم بهتون تذکر خواهد داد که تایم تموم شده. من دیگه صحبتی ندارم، انشالله بریم سراغ مناظره که دیگه ساعت هم گذشته از 11 و 2 دقیقه است. بسم الله بریم سراغ مناظره، انشالله که بحث خوبی رو شاهد باشیم. من عذرخواهی میکنم از همه اساتید و بزرگواران و شیعیان و اهل سنت و حالا وهابیونی که اینجا حاضر هستن و الان همه بزرگواران رو ما باید صداشون رو قطع بکنیم، ردشون بکنیم. نه میتونن تکست بزنن و نه میتونن که میکروفون بگیرن. فقط طرفین مناظره در واقع اختیار دارن که در محیط اینجا فعالیت بکنن در هنگام شروع مناظره و انشالله که ما بتونیم که آخر برنامه خدمت دوستانی باشیم که اینجا رد هستن. بعد یه تنفسی انشالله از فرمایشاتشون، نظراتشون استفاده خواهیم کرد. یک مطلبی هم خدمتتون عرض بکنم. شما میتونید صدای مناظره امشب رو به صورت اینجا هستید و انشالله صدا بهتون برسه و استفاده بفرمایید. هر بزرگواری که تمایل داره میتونه از طریق رادیو اینترنتی ندای شیعه www.nedayshie.com/radio صدای ما رو بشنوه. این هم مشکلی نداره و از طرفی میتونید از طریق کانال ندای شیعه که به صورت انحصاری مناظرات رو پخش میکنم شما این در واقع مناظرات رو شنوا باشید. این مطالبی بود که بعد اول برنامه خدمتتون عرض میکردم. ادمینشون هم فرمودن ابو هشام اگر اشتباه نکنم، ادمینشون رو فرمودن ابو هشام، اگر آیدی بدن به ما احسان خب میگن فاروق اعظم رو ادمین بکنید، ایشون رو ادمین بکنید برن با ادمینی بیان. البته ادمینی اینو نظارت دیگه، کار خاصی نداره، فقط ناظری که اگر اتفاقی افتاد، ولی خب این حق شما دارید. انشاءالله که ادمین گروه مخالف هم به ما خواهد پیوست و ما خدمتشون خواهیم بود. بحث ما امشب بحث ادارت صحابه هستش، موضوعی که شروعش در واقع با جناب آقای ابو احمد، جناب آقای هادی خسروی بزرگوار و پایانش با جناب خالد بن ولید خواهد بود اگر اشتباه نکنم. بفرمایید ما شروع بکنیم بحث رو، مشکلی نیست. آقای ابو اسحاق ما شروع بکنیم. اگر نه ادمینشون میخوان خب باش، ادمین زارم میخوان بیارن، ادمینشون رو بیارن. آقای خالد شما هستید؟ یه دو به من بزنید. آقای خالد آیدی بدین به آقای ابو اسحاق ادمینتون رو برن و خب یه آیدی ادمینتون رو بزنید که فاروق هستین؟
خب باشه، ایشون دوباره شروع کردن، مشکلی نیست آقا، ادمین نمیخوان دیگه، خودشون میدونن این موقعیتی هست میتونن ازش استفاده بکنن، نخوان هم که ما ده همه بزرگواران رد میشن انشالله که بنده رو بابت این ببخشن. خب اگر ادمین های محترم لطف بکنن و اون بزرگوارانی که برای مناظره هستن رو از رد خارج بکنن، با جناب آقای خسروی بزرگوار شروع میکنیم و با جناب خالد ابن ولید انشالله مناظره رو به پایان خواهیم رساند. بفرمایید جناب آقای خسروی خدمتون هستیم. وقتی شروع تایم دادن خانم مرآت انشالله شروع بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم و علی عدوهم و مخالفهم و منکری فضائلهم. اللهم لا تخيب توجهي اليك برسولك وعلى رسولك باستشفاع بهم اليك. انت مننت علي بزياره مولاي امير المؤمنين وولايته ومعرفته فجعلني ممن ينصره وينتصر به ومن علي بنصرك لدينك في الدنيا والاخره. روى ثقة الكليني باسناده عن ابي بصير قال ابو عبد الله قال ان الشيطان لا يجيء حتى يقعد من المرأة كما يقعد الرجل منها ويحدث كما يحدث وينكه كما ينكه. قلت بأي شيء يعرف ذلك؟ قال بحبنا وبغضنا، فمن أحبنا كان نطفة العبد ومن أبغضنا كان نطفة الشیطان. سلام عرض میکنم محضر همه محبین اهل بیت علیهم السلام. موضوع مناظره عدالت صحابه هست که انشاءالله با هم اون رو پی خواهیم گرفت. ابتدا عرض کنم که اهل سنت قائلن که همه صحابه عادل هستن. خب ما نیاز هست که تعریف صحابه رو مطرح کنیم و همچنین تعریف عدالت رو بیان کنیم. تعریف صحابه نظر اهل سنت اختلافات بسیار زیاد دارن و به عنوان مثال بزرگان محدثین مثل بخاری و سایری گفتن که هر مسلمانی پیامبر رو ملاقات کنه، این ملاقات باعث میشه که به اون گفته بشه صحابه. احمد بن حنبل هم میگه هر کس پیامبر رو برای یک سال یا یک روز یا حتی یک لحظه ببینه اون صحابه میشه. ابن حجر هم در اصابه جلد 1 صفحه 159 میگه تعریف بخاری احمد درست هست. ابن حجر در اصابه 25 و سخاوی در فتح المغیث جلد 3 صفحه 124 میگه که حتی کودکان شیرخوار و اطفال هم میتوانند صحابه باشند. یعنی یک عده هستن در اطراف پیامبر که اهل سنت برای آنها قائل به عدالت هستند و اهل سنت برای اینها عدالتی موافق تعریف عدالت یعنی اسمت گفتن. و سوال من اینجاست که این تعریف از کجا آمده که اینها بهشتیان، همه اینها عادلن، در احوالات اینها نباید توقف کرد، نباید بررسی کرد. این تعریف از قرآن اومده، از پیامبر اومده، یا مثلا یک آیه نازل شده که خدا میفرماد که یا محمد ان اصحابک عدول، یا همچین آیه ما داریم یا همچین حدیثی ما داریم، یا اینکه نه این تعریف از افراد دیگه اومده. اگر از افراد دیگه اومده به چه دلیل این مطرح شده، در حالی که بسیاری از آنها طبق سخن پیامبر منافق و جهنمی هستند. ابن حزم در محلا جلد 9 صفحه 362 میگه که صحابه همه اونها عادل هستن و اگر صحابه بودن یعنی دیدن ثابت شد قطعا عادل و اون بهشتی است. ابن عبدالبر در استیعاب جلد 1 صفحه 19 همین حرف ابن حزم تکرار میکنه و میگه که ما نیاز نداریم در حالت آنها بخوایم جستجو کنیم که ببینیم داستان چیه. ابن حجر هم در فتح جلد 2 صفحه 181 میگه که همه اونها عادلن، نیاز نداریم ما بخوایم عدالت رو ثابت کنیم. خب تعریف عدالت چیه؟ من کلیپ الان دارم. دکتر محمد الحبدان کارشناس شبکه الاهواز، شبکه وهابی الاهواز، به نقل از همه علمای سنی کلیپش هم دارم. اگر خواستن میتونن کلیپ رو در وقت خودشون پخش کنن. و همچنین آقای خدمتی تعریف صحابه رو چی میگن؟ میگن که عدالت چیه؟ میگن از گناهان کبیره دوری کنه، بر صغیره هم اصرار نکنه و کارهایی که خلاف مروت هست هم انجام نده. یعنی چی؟ آقای خدمتی توضیح میده. میگه اگر در خیابان یک راوی حدیث یک فرد ساندویچ بخوره یا توی یک جلسه شوخی کنه، این از عدالت مطلقاً ثابت میشه. ابن رجب حنفی در بحر رائق جلد 6 صفحه 284، ابن تیمیه رسائل جلد 15 صفحه 358، سیوطی تدریب الراوی جلد 1 صفحه 300 اینها هم همین تعریف رو گفتن. سرخسی در اصول جلد 1 صفحه 351 میگه که هر کس مرتکب کبیره بشه اون دیگه عادل نیست. ابن حجر شافعی هم در فتح جلد 5 252 دقیقاً همین مطلب رو مطرح میکنن. و پا رو از این فراتر گذاشتن. آقای ابن ابی حاتم در جرح و تعدیل جلد 1 صفحه 7 میگه که شک و کذب و غلط و اشتباه و هر گونه ریبه‌ای از آنها نفی شده. خب این یعنی اسمت، میگه این صحابه معصوم هستن. ذهبی هم در موقظه صفحه 63 میگه که اسمت برای انبیا و صدیقین و حاکمان عادل هست. خب طبق عقیده آقایون عمر، ابوبکر، عثمان، معاویه اینها حاکم عادل هستن. ابن حجر هم در سواق جلد 2 صفحه 604 میگه همه آنها عادل خلق شدن. خطیب بغدادی هم میگه که اونها
طاهرن و خداوند از طهارت اونها خبر داده. ما نمیدونیم این خبر رو خداوند کجا داده که آقای خطیب بغدادی دیده و با اون رو ندیدیم. ابن اثیر هم در اصل قابل جلد 1 صفحه 3 میگه که جر در آنها راه نمیبره. هر کسی که جر در اون راه نبره خب این قطعا معصوم میشه. قرطبی هم جلد 19 صفحه 382 تفسیر خودش میگه که جایز نیست که به صحابه نسبت خطا ما بدیم. خب این هم باز یک تعریف از عصمت حساب میشه. ابن حجر باز در سوائق جلد 2 صفحه 640 میگه که اعتقاد باید داشت که صحابه جلالت دارن و از هر نقصی بری هستن. این هم موافق عصمت خواهد بود. آقای ابوبکر خلال در سنن جلد 2 صفحه 307 با سند صحیح می‌نویسه که ابوبکر و عمر خطا از اونها رفع شده. خب این هم عصمته. ابن عربی در فتوحات جلد 1 صفحه 200 میگه که طبق روایتی که شیطان از جای میگذاره عمر از جای اگر عمر از جای رد بشه و شیطان از جای عمر رد بشه شیطان از اونجا رد نمیشه پس عمر معصوم هست. این نتیجه گیری میکنه. قاضی عیاض هم همین نتیجه گیری میکنه و مطرح میکنه. یا پار فراتر گذاشتن ابن تیمیه میگه اجن هم از صحابه تبعیت میکنن. ما حالا میان توی کتب فارسی در کتب درسی طلاب اهل سنت در دانشگاه آزاد کردستان فقه شافعی در تهران کردستان تدریس میشه. به عنوان مثال کتاب شرح عقاید اهل سنت دکتر عبدالملک سعدی ترجمه آقای تبریزی صفحه 292 میگه که وارد شدن به بحثی که آیا صحابه درست رفتن یا اشتباه کردن قطعا این اشتباه و حرامه و منجر به کفر میشه. من نمیدونم این تعریف از کجا اومده. یا کتاب عقاید اهل سنت که نوشته محمد طاهر مسعود و ترجمه آقای گرگیش هست که مفتی محمد عمر سربازی اینا همه به اون تفسیر دادن. میگه که تمام صحابه عادل و مؤمن و بهشتی هستن. هیچ کس به مقام صحابه نمیرسه. تمام صحابه بر حق معیار حق انتقاد بالاتر هستن. تمام صحابه از خطا محفوظ هستن. هیچ صحابه مؤاخذه نمیشه. سوال ما اینه که این تعاریف بر چه مبنای کورکورانی باید بر ادعای که حتی اگر کودک باشه حتی لحظه پیامبری باشه مطابقت کنه آنها به درجه احسان حتی برسونن بعد از ما و تحقیق در احوالتون باعث کفر بشه. این تعریف از کجا آمده؟ اینو برای من مشخص کنید. و علت اختلافات شدید در این تعریف چیه؟ مگه صحابه چیکار کردن که باید کارهای اونها کاراشون جمع بشه و توجیه بشه؟ بفرمایید مایک فری. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بله دوست عزیز ما تعریفات مختلفی رو در مورد عدالت صحابه ذکر کردن. همینطور هست در مورد قضیه عدالت صحابه تعاریف مختلفی ذکر شده، اما اون چیزی که برای اهل سنت و اجماع اهل سنت و جماعت هست اینه که سوای از معنی تعریف عدالت که به صورت لغوی بیان شده و در مورد خود عدالت گفتن عدالت صحابه، آنچه که گفته شده اینه که صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، اون کسانی که مسلمان در واقع پیامبر رو دیدند و به پیامبر ایمان آوردند و با ایمان از دنیا رفتند، اینها بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کذب نمی‌بندند. چنانچه در تعاریف مختلف معنی وارد شده. مثلا الوسيط لابن شهاب المراد بعدالتهم انهم لا يتعمدون الكذب على رسول الله وهو ما عليه جمهور سلفا و خلف. این رأی جمهور سلف و خلف در مورد عدالت صحابه هستش و اقوالی که شما آوردین که ما برای آنها اسمت قائل این کذب هست یا اصلا برای صحابه رضوان الله علیهم اجمعین صحابه برای آنها اسمت قائل نیستیم. چنانچه امام شوکانی در ارشاد الفحول آورده گفته که ان اصحاب رسول الله وقال العبیاری وليس المراد بعدالتهم ثبوت الاسم له واستحالة المعصية عليهم وانما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف بحث عن اسباب العدالة وطلب التزكية الا ان يثبت ارتكاب القادح ولم يثبت ذلك ولله الحمد. فنحن على استحساب ما كانوا عليه في زمن رسول الله حتى يثبتوا خلافه ولا التفات الى ما يذكره اهل السير فانه لا يصح وما صح فله تعبير صحيح. وإذا تقرر لك عدالة جميع من تثبت له الصحبة علمت أنه إذا قال الراوي أن الرجل من الصحابة لم يسمه كان ذلك حجة ولا يضر جهالة لثبوت عدالتهم على الأمور.
ابن تیمیه در منهاج سنت النبویه اون چیزی که شما منتسب کردید این نیست. ایشون میگه که در منهاج السنه جلد 2 صفحه 280 و اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم ولله الحمد من اصدق الناس حدیثا عنه لا يعرف فيها من تعمد عليه كذبا ما انه كان يقع من احد من حنات ما يقع ولهم ذنوب وليس معصوم. اما در مانی که صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کذب نبستند، این در قرآن و در احادیث صحیح وارد شده و آیات زیادی در این باب هستش. من جمله آیه هستش که در قرآن به رضایت خداوند از اصحاب اشاره داره و در این آیات خداوند اعلام رضایت کرده از کسانی که مهاجر و انصار هستند. یک لحظه دوستان. بله مهاجر و انصار هستند. اما در باب صدق صحابه یک لحظه روایت بله این آیه است. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحت الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. و آیه للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. این آیه است. و در کافی کلینی روایتی هستش که مجلسی در مرآت العقول جلد 1 صفحه 216 اون را تصحیح کرده و از قول امام صادق اومده گفته که قلت فاخبرني ان اصحاب رسول الله صدقوا على محمد ام كذبوا قال بل صدقوا. یعنی آیا اصحاب محمد بر محمد دروغ بستن یا راست بستن؟ قال بل صدقوا. قال قلت فما بالهم اختلاف فقال اما تعلم ان الرجل كان ياتي رسول الله فيساله عن مساله فيجيبه فيها بالجواب ثم يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب فنسخت الاحاديث بعضها بعضا. بله این مختصری بود از در واقع آیاتی که خدمت شما رو دادم و از روایاتی هستش. بله اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم آنچنان در این حدیث هم ذکر شده اینها بر رسول الله دروغ نبستند. حالا اگه شما بخواید بیان بگین که بله اصحاب مثلا حالا برخی از اصحاب حدیث به صورت عموم ذکر شده چیزی رو به صورت خاص نکرده. این که ما اهل سنت میگیم بله اینها که صحابه رسول الله هستن پیامبر رو دیدن و پیامبر دروغ نبستن و این دروغ نبستن اینها دال بر عدالت اینها هستش. حالا سوال بنده از شما اینه شرط قبول حدیث در نزد شما عدالت هست، این در نزد شما در نزد شیعه و سنی عدالت هستش و اینقدر که شما بحث عدالت صحابه گیر میدید ما میخوام ببینم که شما عدالت راویانتون اولا چجوری ثابت میکنید. دوما اگر کسی دچار فسق جواره باشه در دین در عقیده فاسد باشه و یا کافر باشه و یا مرتد باشه آیا در عدالت اون خللی وارد میشه؟ و سوال بعدی اینه که این قرآن رو اصحاب به شما رسوندن. بله مایک. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اول که خیلی ممنونم، خیلی واقعا ممنونم که اعتراف کردیم که اختلاف شدیده و جالب اینجاست این علمایی که من اسپردم ابن حجر رو نمیدونم اینها علمای کوچیکی نیستن که شما میگی اینها زبان اهل سنت نیستن و اینها برای خودشون گفتن اعتقاد اهل سنت نیست. من ممنونم که شما اعتقاد اهل سنت رو قبول ندارید چرا که اینها متکلمین اهل سنت هستن نه وهابیان. خیلی ممنونم از اعتراف خیلی خوبتون. و اما شما گفتید که صحابه نسبت کذب نمیدن. خب چه ربطی داشت به حرفی که من زدم؟ بله علمای شما گفتن اینه اسمت فلان خطا نمیکنن و نسبت کذب هم نمیدن. چه ربطی داره؟ اثباتش نفی معاهده نمیکنه. شما میگید که صحابه دروغ نمی‌گفتن به پیامبر. خب کتب درسی اهل سنت رو من برای شما نقل کردم. در این کتب میگه مطلقا اینا خطا نمیکنن. من نمیدونم شما اگر عقاید اهل سنت رو خبر ندارید مطالعه کنید. این کتب فارسی هستن. من رفرنس دادم میتونید مراجعه کنید. و گفتید که ابن تیمیه گفته اینا صادقن. خب ما میگیم ادامه تعریفاتی که گفتن صادق هم هستن. تعریف عدالت رو گفتن
و صادق هم هستند. بعد شما گفتید که دیگه دلیلی بر عدالت نداشتید جز این که گفتید آیه قرآن هست که آیه رضایت از مهاجرین و انصار. خب من سوال میکنم اگر شما اولا که در این آیه مهاجرین و انصار گفته من المهاجرین و انصار، گفته همه مهاجرین و انصار، فرض کنید تازه گفته باشه مهاجرین و انصار، مگه همه صحابه مهاجرین و انصارن؟ پس این آیه یک گروه خاص رو در بر میگیره و هیچ ربطی به عموم اهل سنت و عموم صحابه نداره. از اون طرف همسر ام حبیبه که جز سابقین اولین بود از لحاظ زمانی رفت در حبشه، مرتد شد، مسیحی شد، به ارتداد هم مرد. آیا این رضایت از این صحابه هم هست؟ واقعا شما میخواید این افراد مرتد رو به عنوان صحابه انتخاب کنید؟ تعجب میکنم. اما معنی سبقت در ایمان هست که اون سبقت در ایمان به ولایت آقا امیرالمومنین طبق روایت ما شیعیان هست. هیچ ربطی به اون چیزی که شما گفتید این آیه اصلا نداشت. اما گفتید که بحث امام صادق گفته صحابه راست گفتن یا دروغ گفتن. خب ما روایت داریم در همون کتاب شریف کافی از امیرالمومنین صحابه رو تخصیص میزنن به چند گروه و میگن که یک گروه عمدن دروغ میبستن و یک گروه دروغ نمیبستن و یک گروه هم اشتباهاً دروغ میگفتن. یعنی مثلا یک روایت رو پیامبر میفرمود، بعداً یک روایت میفرمود که اون حکم نسخ میشه، اینا از این خبر نداشتن. خب لذا امام صادق میفرماد که اینها عمدن دروغ نگفتن. این دقیقاً با این جمع میشه و خوشحالم که شما اعتراف کردید که صحابه نزد ما احترام والایی دارن. اما چه صحابه؟ نه اونایی که شما میگید، صحابه‌ای که پیامبر برای ما معرفی کرده. خوشحالم که این اعتراف رو هم کردید و دیگه ان شاءالله از این بعد دیگه به ما تهمت نزنن که شیعیان به صحابه احترام قائل نیستند و اونا رو مسلمان نمیدونن. اما مواردی که با این تعاریفی که من از عدالت گفتم، از این موافق عدالت و عصمت هست، خب حدیث حوض هست. در حدیث حوض در بخاری جلد 7 صفحه 207 چندین روایت هست که میگه که عده زیادی از صحابه مرتد شدن. پیامبر میگه اصحابی اینا اصحاب منن، اینا مرتد شدن. و در روایت هست هم که چندین زمره اومدن. زمره هم در روایت بخاری تا 70,000 نفر میتونه باشه و به جز انگشت شمار رو به بهش نمیرن. این چه صحابه عادل و معصومی هستن که قرار اینا جهنمی بشن و شما میگید که هیچ کسی حق نداره به اونها بگه از گل نازک‌تر. از اون طرف ما میبینیم که یه عده از صحابه به عایشه اتهام فحاشی زدند. شما اگر احترام برای عایشه، برای همسر پیامبر، برای ناموس پیامبر قائلید، چرا این صحابه رو یک افرادی بهشتی میدونید که به اونها تقرب میجویید؟ ما میگیم کسی به ازواج پیامبر حق توهین نداره، ما برای پیامبر احترام قائلیم، چرا شما این کار رو انجام نمیدین؟ افرادی مثل حسان بن ثابت انصاری، مثل ابن اساسی که از مهاجرین اهل بدر بوده و میگه که همه اهل بدر اینا همه بهشتی ان، حنتمه بنت جحش اینا همه به عایشه تهمت زنا زدن. اینها چرا شما اینا رو عادل میدونید؟ این توهین به پیامبر هست یا نیست؟ شما قطعاً با اینکه اینها رو عادل میدونید یعنی راست گفتن دیگه، هیچ اشتباهی نکردن، در صورتی که میبینید پیامبر به اونها حد قصد جاری میکنه. چرا کسانی که پیامبر تهمت زنا میزنن عادل میدونید؟ چرا توهین میکنید به همسر پیامبر؟ شما یک توهین از شیعیان ما ندیدیم، شیعیان این توهین‌ها رو نکردن، ولی شما می‌بینید که متأسفانه به همسر پیامبر این توهین‌های زشت رو روا داشتید. بفرمایید مکری. بله، سلام علیکم و رحمت الله. اولا اون چیزی که در مورد عدالت صحابه و در مورد تعریف صحابه من خدمت شما هستم، گفتم اون اجماع اهل سنت و جماعت هست و اون اجماع هستش که در بین ما قبول هستش که صحابه چون کذب بر رسول الله نمی‌بندند لذا ما اونها رو عادل می‌داریم. اما این نکته اول. نکته که شما گفتید که بله این امام صادق حالا چون گفته صحابه راستگو هستن دروغ نمی‌بندن، اینو حضرت علی تخصیص کرده. شما سند ندادید برادران برای حرفت. کجا حضرت علی همچین حرفی زد؟ سند حرفت کجایه؟ این دو سند ندادید. سه، در مورد حدیث حوض گفتی. در مورد حدیث حوض هم خدمت شما هم مختصر عرض بکنم. اون چیزی که در مورد حدیث حوض اومده، حدیث حوض با الفاظ مختلف اومده. اولا ربطی اصلا به بحث افشاء ما نداره که بحث عدالت هست. بحث عدالت اون چیزی که ما میگیم در مورد راوی هستش که راوی
آیا عادل هست یا نه؟ و ما میگیم که صحابه کذب نمی‌بندند، اما بحث فسق، بحث گناه، بحث کفر، این در نزد شما میخوام بگم این جواب من نداد. اما اون چیزی که در مورد حدیث حوض گفتی، این ارجاع میدم به شما کتاب تفسیر مجموع البیان شیخ طبرسی که ایشون این جریان رو آورده در ذیل تفسیر آیه و گفته که و یروی عن النبی صلی الله علیه و سلم والذی نفسی بیده لیردن علی الحوض ممن سهلنی اقوام حتی اذا رأیتهم اختلجوا دوني فلأقولن أصحابي 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 فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعد إيمانهم ارتدوا أعواهم أحقرا. ذكر الثعلبي في تفسيره فقال أبو أمامة الباحري هم الخوارج. این با الفاظ مختلف اومده و اصحاب رو به لحاظ لغوی آورده، نه به لحاظ شرعی، اون چیزی که در نزد ما هست. ما ضل صاحبکم و ما غوا. اینجا کفار رو همجور به اصحاب حساب میکنه آیه قرآن، اما این معنی لغوی است، معنی شرعی که نیستش. و یروی عن النبی انهم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه والعلف في اکفرتم اصله الاستفهام والمراد بها هنا التفریع لم كفرتم وقیل المراد التقلیل ای قد کفرتم. تفسیر مجموعه شیخ طبرسی جلد 2 صفحه 360 ایشون این تعریف رو آورده و تعیین هم کرده که اینها خوارج هستن. تعریف آورده و رد هم نکرده. این مورد در مورد حدیث هست. اما در موردی که فهم یه عده اومدن از اصحاب توهین کردن، بله شما راویان زیادی دارید که به ائمه شما توهین کردن، به ائمه‌تون توهین کردن، به ائمه‌تون کفر ورزیدن. سوال بنده از شما این بود، عدالت راوی، اون چیزی که ما در مورد عدالت راوی حداقل ما مشترکیم در بحث حدیث صحیح، یکی از شرط‌های قبول حدیث صحیح بحث عدالت هست. بنده میخوام ببینم که شما راویان فاسق، کافر، مرتد، کسانی که اماما رو تکذیب کردند و با اونها جهد کردند و با اونها ظلم کردند و در حق اونها تنقیص کردند، شما اینها چطوری عادل میدونید؟ آیا چیزی به نام عدالت در احادیث شما وجود داره یا نه؟ چنانچه شرط قبول حدیث عدالت هستش. این سوال رو جواب ندادید. سوال بعدی بنده از شما اینه که قرآن رو هم صحابه به خدمت شما رسوندن. این قرآن اصلا معروف است به قرآن عثمانی. اگر شما به عدالت اینها شک دارید، میگید اینها عادل نبودن، خب بفرمایید این قرآن پس میتونستن منافقین یا مرتدین در این قرآن تغییرات و تحریفات ایجاد کنن که الانی که شما داری قرآنی میخونی دچار گیجی بشی، بگی نه این آیه منو به هدف من نمیرسونه. آیا اگر این شما نظرتون اینه، خب مبارکتون باشه. اما در مورد آیه السابقون الاولون من المهاجرین مع اصحاب خدمت شما ذکر کردم. بله یک لحظه وقت بشه. بله این آیه این آیه چنانچه در تفاسیر اومده بوده و السابقون الاولون ای السابقون الی الایمان و الی الطاعه و انما مدحهم بالسبق الی السابق الی الشیء یتبعه فیکون متبوعا من المهاجرین الذين هاجروا من المکه الی المدینه و الی الحبشه و الانصار. بله این معنی من المهاجرین است که در تفسیر المیزان، در تفسیر مجموع البیان طبرسی جلد 5 صفحه 111، در تفسیر مجموع البیان طبرسی بازم جلد 5 صفحه 112 در مورد آمده. گفته رضی الله عنه و خداوند از اینها اعلام رضایت میکنه، یعنی اخبر سبحانه انه رضی عن افعالهم و رضوا ان الله سبحانه لما اجزل لهم من الثواب على طاعتهم و ایمانهم و یقینهم و اعد لهم جنات تجری تحت الانهار. خداوند به آنها وعده بهشتی داده، ای یبغون ببقاء الله منعمین ذلک فوز العظیم، ای فلاح العظیم، رستگاری عظیم هست برای اینها در نعمات. مایک فعلی خدمت شما. خب من تعریف بزرگان اهل سنت رو دارم و اگر ایشون نمیخوان قبول کنن که تعریف بزرگان اهل سنت این هست، دیگه مشکل خودشونه و این انحراف از عقیده اهل سنت اصلا نمیدونم. ایشون با من نماینده اهل سنت اومده بودن بحث کنن و اما من کلیپ آقای محمد الحبدان کارشناس شبکه وهابی الاهواز رو برای شما میذارم. بفرمایید.
وتسمى المحرمات وفعل الواجبات وتجنب المحرمات هذه تسمى عدالة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يتقوا الله تعالى وفعل الواجبات وترك المحرمات ويشار الأمر ما يتعلق بشباب الله. خب این آقای محمد دیگه شما نمیدونم از ایشون اگر باسوادتر هستین و اگر اجماعی بین شما رخ داده ما نمیدونیم اجماعی که شما گفته از کجا است و واقعا خیلی خنده داره که علمای اهل سنت، من چندین علما رو گفتم، این آقای محمد حبدان کلیپ خدمتی هم اگر بخواد میذارم، اینها همه یه چیزی رو گفتن، میگن که عدالت مطلق هست، شما میگین نه عدالت در نقل هست، ما اجماع داریم. خب کدوم اجماع؟ چیزی نگفتید شما. و اما گفتید که من درباره کلام آقای روانی سند ندادم. من سند دادم برای شما، گفتم که اصول کافی جلد 1 صفحه 64 مراجعه بفرمایید. و اما گفتید که عدالت در مورد روات هست. من نمیدونم درست اون بالا نوشتن عدالت صحابه، عدالت روات یعنی چی؟ عدالت راوی از کجا اومد؟ همین الان میخواد از موضوع خارج، من به خدا من مطلب سختی رو مطرح نکردم که شما اینجوری میخواد از مناظره خارج بشید. خیلی مطالب راحت بودن. فکر می‌کنم دوستان متوجه شده باشن. من حدود 200 نفر از عزیزان اینجا نشستن و همه از شما انتظار یه چیز دیگه دارن. نمیدونم این واقعا خیلی خنده‌دار هست. اما گفتی که در مجموع البیان درباره اصحاب تعریف لغوی و شرعی من ممنونم. واقعا شما گفتید این تعریف رو شیعه گفته، تعریف ما هم همینه. ممنونم که اعتراف کردید. ما هم همین رو میگیم، صحابه خوب و بد دارن، همین که خودت اعتراف کردی، خوب و بد دارن، همه از دم عادل نیستن. ممنونم که واقعا هر تایم اعترافات جالبی شما انجام میدید. اما گفتید که رابعه به اهل بیت توهین کردن، بحث ما روات حدیث نیست، بحث ما عدالت صحابه هست. تعریفی که از عدالت من نقل کردم خیلی واضح بود و شما از عایشه هیچ دفاعی نکردی. من میگم آقا این صحابه به عایشه توهین کردن، تو چرا اینا رو عادل میدونی؟ چرا اینا رو بهشتی میدونی؟ چرا میگی خدا منو با اینا محشور کن؟ تو هیچ دفاعی نکردی. این واقعا احترام به ازواج پیامبر واقعا احترام اینه؟ از اون طرف میگه که ما در عدالت راوی با هم مشترک هستیم. نه عزیزم، مشترک نیستیم. رجال اهل سنت 1000 رجال شیعه هم نیست. بهتره شما برید درس بخونید و بدونید که تعریف ما از عدالت با تعریف شما فرق میکنه. ما عدالت، تعریف ما از عدالت چیز دیگری هست، تعریف شما هم که مطرح شد. و اما گفتید فسق جواره، مرحوم شیخ توسی، شیخ طائفه در کتاب عده خودشون مطرح میکنن. ما در بحث نقل فاسق بودن مهم نیست، در بحث نقل فاسق بودن مهم نیست، اما در بحث شهادت فاسق بودن مهمه و اون عدالت با این عدالت تعریفش دو چیز مختلف هست. ولی شما این تعریف رو نداری، شما فقط نصف این رو قبول دارید، میگید مطلق عدالت. از اون طرف گفتید که بحث در نقل هست. نه عزیزم، بحث در نقل نیست، بحث در عدالت هست. و گفتید که ترتیب قرآن عثمانی، نه خیر، تعریف قرآن عثمانی نیست، مطالبه فرمان تعریف قرآن نبوی هست. و گفتید که تعریف ما اصحابه که در مهاجرینی که اونا از در ایمان سبقت گرفتن، خب ما هم همین رو میگیم، سبقت در ایمان بوده. شما تعریف اونی که گفتید از لحاظ زمانی همه رو گفتید، آیا همچیز رو در بر نداشت. و اما دفاع از عایشه نکردید و حدیث حوض هم جواب ندادید. حدیث حوضی که آقای مالک میگه که با خاطر هیچ حدیثی من پشیمون نشدم که در موطأ نوشتم مگر حدیث حوض. پشیمونم. شافعی هم میگه در موطأ مالک هیچ حدیثی در آن عیب به صحابه نیست مگر حوض. کاش نمینوشت. دیگه شما از اگر شافعی و مالک بالاتری من دیگه نمیدونم. و حتی البانی هم در صحیح سنن نسائی جلد 766 میگه که بعد از پیامبر همه عرب از بیخوبان مرتد شدن. این یه مش مرتد میشن عاده، شما از یک مش مرتد میخواد دینتون رو بگیرید. عایشه هم که میگه پیامبر از دنیا رفت، همه از بیخوبان عرب مرتد شد، در نفاق فراگیر شد. شوکانی هم میگه سندش صحیح هست. ابوبکر هم میگه و این الارض کافره، کل زمین اصلا کافر شد. در دفاع از عایشه هم هیچ مطلبی رو نگفتی. ما توقع داریم شما از همسر پیامبر به عنوان یک فردی که مسلمان هستی از ناموس پیامبر بخواید دفاع کنی و این عدم دفاع شما من نمیدونم معنیش چی میتونه باشه. بفرمایید، باید شو تریمون تلاش. بله، باز هم دوست از این سند ندادی که حضرت علی انواع صحابه رو تخصیص کرده. فقط گفتی اصول کافی جلد فلان صفحه فلان. ما هر وقت شما سند خواستیم سند ندادیم. ما اون وقت کافی همش صحیحه، اما وقتی که سند میخوایم نه.
نه درسته، در اصول کافی اومد. در مورد حدیث حوض خدمت توضیح دادم. این حدیث اون چیزی که آقای طبسی در مجموع بیانش آورده، چون با الفاظ مختلف است، بیشتر غرض اینها کسانی هستند که بعد از پیامبر اومدن و غرض هم همون صحابه هستند. این قول رو جناب طبسی در مجموع بیان جلد 2 صفحه 360 ذکر کرده. جناب آقای قزوینی هم در سایت ردیع است در شبکه ما گفته این قاعده قانون کلی است. اگر فردی از مخالف مطلبی را نقل کرد، جناب آقای طبسی مخالف نقل کرده و این مطلب را نقل نکرد، این تلقی به قبول می شود. اگر این مطلب مورد تایید ایشان نبود، چرا یک جمله در رد این حرف نزد؟ ایشون در مجموع بیان این تعریف رو میاره، میگه که منظور خوارجه، رد هم نمیکنه. این تعریف بعدی. اما در مورد رجال گفتی که شیعه نمیدونم رجالش اینجوری و فلان. جناب آقای قزوینی ایشون یه عبارت خیلی جالبی داره، میگه اهل سنت 200 سال نظر رجال از ما جلو هستن. اهل سنت در علم رجال خیلی جلوتر هستن. اگر آنها در علم رجال هیچ کاری نکنن و ما 200 سال کار بکنیم، به موقعیت فعلی آنها هم شاید نرسیم. این هم لینک هم خدمت شما دوستان عزیز برید مطالعه بکنید. این اطلاعات شما در مورد علم رجال مقداری در مورد رجال اهل سنت بره بالا. اما اون چیزی که در مورد تعاریف صحابه ذکر کردیم، این اجماع اهل سنت و جماعت هستش. ما صحابه را فقط به جهت اینکه کذب بر رسول الله نمیبندن، ما اینها را عادل میدانیم. برای اون هم حدیث صحیح دادم که از امام صادق که صحابه بر رسول خدا کذب نمیبندن. این اجماع اهل سنت. اجماع اهل سنت هم برای این هستش که صحابه معصوم نیستن و برای اونها ما اثبات قائل نیستیم. حالا یه گوشه کنار یکی دو تا اگر بخوام کسی که حرفی بزنه، خب این قاعدتا مورد تأیید اهل سنت و جماعت نیست. اما اون چیزی که در مورد عدالت گفتیم، بله شرط قبول هر کسی که با جوارحش هر عملی انجام بده، برادر من، عدالت یکی از شروط قبول حدیث صحیح هستش و شما نمیتونید از این جریان شونه خالی بکنید. چنانچه عرض به خدمت شما گفتن که در باب عدالت، یک لحظه اگر من خدمت دوستان بیارم، بله در کتاب مفتاح الکرما فی شرح قواعد مال علامه المنصفی جواد الحسینی میگه و فی جامع المقاصد و المسائل ان المراد بالصغه العدل، ان المراد بالصغه العدل و فی اول لان غیر عدل لا يعد الصغه. و جناب حسن الصدر در نهایت الدرايه میگه و یظهر من جدی فی المسالک ان حقیقت الشرعیه فی العدل و ظاهر ان المراد بالصغه العدل. و شرط قبول حدیث صحیح هم یکی از شروطش هم همین شرط عدالت هست. شرط عدالت هم خود سایت ولی است در درس علم رجال. شما اگر که خواستید علم رجال یاد بگیرید، به اونجا برید مراجعه بکنید. یکی از شرایط قبول روایت عدل هستش برادر عزیز، که شما میگید عدل نیست. اصالت عدالت یکی از شروط هست که جناب آقای خویی مطرح میکنه در مورد عدالت و ایشون میفرماید که در موسوعه الخویی جلد 1 صفحه 253 وقد اعتبر و هو قدس سره و جماعت کثیرین وجود الملكة النفسانية في الإدارة كما مر وقالوا وإن من لا ملكة له لا عدالة له ومن لم يكن بعادل فهو فاسق لا محال له. و جناب آقای خویی دوباره در موجب رجال خویش ذکر میکنه در باب ترجمه پسر امام صادق اسماعیل بن جعفر بن محمد که ایشون رو حالا روایت میاره که گناهکار بوده، عاصی بوده، به هیچ یک از پدران شبیه نیست، ولی ایشون عدالتش هم نفی میگه فإن تستر منه المعصیه و هذا لا ینافی جلالته. میگه که بله از ایشون معصیت صادر شده ولی این با جلالت این فرد هیچ ایرادی نداره. فإن العادل التقی ایضا قد تستر منه المعصیه ولو کان صغیره لکنه یتذکر فیتوب. بله فرد عادل ازش گناه صادر میشه و توبه میکنه. این بس از این. بله من چند دقیقه دیگه وقت دارم. بله و در مورد توهین که فرمودین، بله افرادی هستن که در کتاب شما به ائمه توهین کردن، خبیث هستن. یکی از اونها هستش که من در تایم بعدی خدمت شما این فرد مثلا مروان بن زیاد قندی هست، زیاد بن مروان قندی هست، فرد واقفی هستش، ایشون خبیث هست، ایشون زندیق هست، به ائمه توهین کرده، حق ائمه رو خورده، ولی در نزد شما صغه هست. بفرمایید بر اساس شرط قبول روایت شما چطور روایتی رو قبول میکنید؟ مایک فرید.
خب روایتی که شما میگید که ممکنه سند ضعیف باشه، نمیدونم شاید ما نگفتیم اصول کافی صحیحه، این چرا شما میخواید از موضوع خارج بشید؟ من واقعا تعجب میکنم، واقعا احترام لااقل قائل بشید به اون تعدادی از اهل سنت که اومدن حق براشون روشن بشه، احترام قائل بشید و از موضوع خارج نشید. ما اصلا بحثمون صحت اصول کافی نیست. اصول کافی جلد 1 صفحه 64 روایت آقا امیرالمومنین که تخصیص صحابه بود سند صحیح هست و هیچ اشکالی در اون نیست و مرحوم مجلسی هم در کتاب روضة المتقین فی شرح منابع الفقیه صفحه 201 و میگه فی الحسن کالصحیح، سند رو تصحیح میکنه، هیچ اشکالی در سند نیست. خود سند هم هیچ اشکال نداره. و اما شما گفتید بحث رجال رو نمیدونم، آقا از موضوع خارج نشید. من واقعا نمیدونم به چه زمان میگم. آقا موضوع سخت نیست، عدالت صحابه، ما میخوام ثابت کنیم صحابه عادل بودن یا نبودن، چرا از موضوع خارج میشید؟ و میگه که آقا اجماع اهل سنت، حالا یک افراد محدود. آقا شما که ادعای وهابیت دارید، من کلیپ آقای محمد حمدان رو گذاشتم. ابن حجر، ابن ابی حاتم، ذهبی، اینها اگر استوانه های اهل سنت نباشن پس اجماع از کجا میخواد بیاد؟ شما هی میگید اجماع کجا رخ داده؟ توی گروه خودتون رخ داده این اجماع که ما خبر نداریم از اون؟ یک سند بیارید برای اجماعتون. و این چه اجماعی هست که ابن حجر، ابن ابی حاتم و ذهبی از اون خارج هست؟ و گفتید که عدالت بحث شرط قبول. آقا جان شما از رجال شیعه هیچی حالید نیست، ببخشید اینجوری مطرح میکنم، ولی نمیدونی ما عدالت رو دو نوع عدالت میدونیم. شما یک نوع عدالت میدونی، یک عدالت در بحث قبول شهادت هست که اون فقط باید شیعه باشه و الی آخر تعریفایی که خودت خوندی اون بحثیم. اما عدالتی که در نقل روایت هست به منزله صادق بودن، ضابط بودن و حافظ بودن اون راوی هست و مهم نیست اون فرد، اون یک راوی اگر حتی فاسق هم باشه اشکال نداره، در روایتش ما روایتش رو قبول میکنیم. اما در درجه بندی احادیث باز صحیح داریم و غیره، اینها من نمیخوام وارد بشم، اصلا موضوع ما این نیست، اصلا موضوع ما عدالت صحابه اصلا نباید شما این موضوع رو بخواید از این فرار کنید و حداقل احترام قائل برای دوستان خودتون. و اگر خواستید در یک جلسه من با شما رجال بحث میکنم، اگر سوادش رو حتی داشته باشید، اگر دو تا کلمه عربی بلد باشید که کلیپاتون رو دوستان برام فرستادن که حالا کار نداریم. من مطالبی رو از کتب درسی اهل سنت گفتم، در دانشگاه کردستان، دانشگاه تهران، فقه شافعی و غیره تدریس میشه. شما گفتید اینا رو قبول نداریم. خب ممنونم که شما واقعا خودتون رو از اهل سنت جدا میکنید. ما هم همین رو میخوایم ثابت کنیم که شما وهابی از اهل سنت جدا. ممنونم که خودتون واقعا اعتراف رو انجام میده. اما میگی من گفتم عدالت مهم نیست. من نگفتم عدالت مهم نیست، گفتم عدالت چند درصد. حالا این از این. و تعجب میکنم شما به جایی که بخواید از زوج پیامبر، شما میگید که از عایشه نیست بالاتر نیست و فلان و خیلی دعاتشه میشید. ما والله قسم ما به ازواج پیامبر و نوابغ پیامبر بیشتر از شما احترام میذاریم. من 2 بار تکرار کردم شما چرا از ماجرا افترار میکنید؟ یک عده صحابه بدری انصاری اومدن به عایشه تهمت زنا زدن. اینقدر واقعا شما غیور نبودید که توی 2 تا بحث از این موضوع بخواید دفاع کنید و باز هم میگی اینها عادل هستن. در قرآن اومده والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون. هر کس به زنان پاک دامن تهمت بزنه و نتونه 4 تا شاهد بیاره اونها رو شلاق بزنید و شهادتشون ابدا قبول نکنید، یعنی از عدالت خارجن. و در آیه 20 سوره نور میگه لعنوا فی الدنیا و الآخرة، لعنت شدن. چرا اینها رو شما نمیخواد قبول کنید درباره عدالت؟ چرا از قرآن روی گردونید؟ واقعا قرآن کتاب دیگه هیچ شک و شبهه‌ای توی اون نیست. اما گفتید که قرآن برای ما از صحابه رسیده و اگر ما صحابه رو عادل ندونیم ما الی آخر. خب ما برای قرآن اولا که تواتر داریم، دوم برای قرآن سند صحیح داریم. یکی از سند صحیح که من میگم وسائل شیعه شیخ العاملی جلد 6 صفحه 162 محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن عبدالرحمن عن ابی هاشم، این یک سند مراجعه کنید و ما سند صحیح داریم و تواتر داریم و در تواتر هم اصلا کافر بودن هم مهم نیست که اون فرد بخواد کافر باشه. شما از اونایی که باهاش توهین کردن فرار میکنید. من نمیدونم مشکل کجاست، چرا نمیخواد این رو داشته باشی. و آقای ابن عثیمین هم میگه که هیچ شکی نیست که بعد از صحابه سرقت کردن، شرب خمر کردن، تهمت زدن، با زن شهدا و زن غیر شهدا زنا کردن. خب اینا دفاعتون چیه واقعا؟ من نمیدونم چرا نمیخواد دفاع کنید از اینها. و گذشته از این یه سری منافقین هم داخل این تعریف هستن. توی تعریفی که شما از اهل سنت گفتی و تایید کردی، منافقین هم واردن و پیامبر حتی به سر از روایت صحیح مثل حدیث حوض منافقین به اسم صحابه حساب میکنه. در حدیث صحیح مسلم هم که خداوند عبدالله بن ابی که سر کرده منافقین رو بوده با لفظ و گروهش رو با لفظ مؤمن خطاب میکنه.
اینها رو شما میگید صحابه، اینها که به ناموس پیامبر توهین میکنن، اینقدر غیور نیستید که حتی یک اشاره کنید میگید که آقا یک عده از اهل بیت توهین کردن. خب توهین کردن، اولا ما قبول نداریم. خودتون هم گفتید واقفی بوده، خبیث بوده، خب ما میگیم خبیث بوده. هر کس توهین کنه خبیثه. شما بیاید از عایشه دفاع کن. بسم الله. بله، سلام علیکم و رحمت الله. دوست عزیز ما پاسخگو نبود، دوستان شاهد باشند. بحث عدالت در روایت‌های اینها به عنوان یکی از شروط قبول حدیث هست. حالا عدالت هر نوع مدلش میخواد باشه، چون اینا علم حدیثشون رو، اسم مصطلح حدیثشون از ما اخذ کردن، ما خب مجبور بودن این اصطلاحات رو از ما گرفتن. یکی از این مباحث عدالت. جناب آقای قزوینی یه حرف خیلی جالبی میزنه راجع به این قضیه عدالت در مورد راویان. ایشون میفرماید، میگه که بله یه لحظه، میگه که اگر که ما بیایم عدالت راوی رو در واقع شرط بیان قرار بدیم، ما 10-12 تا حدیث 10-12 یا 13 تا حدیث ما صحیح بیشتر نخواهیم داشت. یعنی چی؟ یعنی آقا جان اینها خودشون نمیتونن یک مبحثی به نام عدالت رو برای راویان خودشون پیش بکشن. در مورد اصحاب من گفتم اون چی که ما راجع به صحابه میگیم، اینها در نقل حدیث صحیح عادل هستن، کذب رسول خدا نمیبندن. تعاریف هم خدمت شما دادم. حالا شما این تعریف اهل سنت نیست. اهل سنت هستن کسانی که عقل دارن، میشنون حرف ما رو و قضاوت میکنن که آیا حرف من مخالف اهل سنت است یا موافق هست. شما که سواد دیگه دم از رجال میزنید، خیلی عربیت خوبه. بفرما جناب آقای قزوینی در جلسه 19/8/94 بررسی شبهات وهابیه در مسئله تقیه مذمت زیدی با واقفی، میگه اگر ما بخوایم عدالت را در یک راوی ملاک قرار بدهیم، شاید میان این 13-14 هزار راوی ما در کتب رجال خود شاید 100 نفر پیدا بشه که عادله. 100 نفر پیدا بشه که عادله. حالا بنده از شما پرسیدم، خب اون کسانی که به حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها مثلا، خب اینها اشتباه کردن و به اشتباهشون پی بردن و حد هم خوردن و در واقع مشکلی برای اینها پیش نمیاد از این لحاظ که شما در واقع دارین به اینها چی میکنین. حالا در مورد این فردم که من گفتم دوستان عزیز، راوی داره شیعه انه مات زندیقا ولکن مع ذلک ثقه و میگه که این فرد من خاصته و ثقاته و اهل الورع و العلم و الفقه من شیعته اذا فالرجل من الثقات و ان کان قد جهد حق الامام. این فرد ثقه هست با اینکه در حق امامش جهد کرده، در حق امام جهد کرده. بله اهل ورع هم هست، ثقه هم هست و مورد تعریف شیعه هم، چون فقط ایشون شیعه است. حالا البته بباید که بحث شد. یا مثلا عثمان بن عیسی ایشون هم از وکلای ائمه معصوم بوده، از اصحاب اجماع شما هست، از اصحاب اجماع که شما مرسلات اصحاب اجماع رو بدون هیچی قبول میکنید. این فرد که ایها الناس مرسل از اصحاب اجماع شیعه هستش، این فرد غیر معترف به امامت امام رضا معترف نبود و قد استهل اموال امام رو حلال میدونست، ولکن مع ذلک کان ثقه و من اصحاب الاجماع. این فرد از اصحاب اجماع شما هستش. راوی دارین شما که کذب بسته جزء اصحاب اجماع است، عبدالله بن بکیر. بله شما باید شرط عدالت رو از احادیث صحیح، از شرط قبول روایت برداریم. شما اومدین کسانی رو که التزام گفته که جناب خمینی در کتاب التاریخ و الذی هو المهم فی المقام انه لم یضعفه ارباب الرجال والالتزام بالفسق والفجور والشرك والكفر في الرواة الحديث اذا كانوا متحرزين عن الاکاذیب مما لا بأس به. گفته کسانی که فسق کردن، فجور کردن، شرک کردن ولی از کذب بودن، خب اینا ثقه هستن، در صورتی که این رو هم دروغ میگید. شما فرد کاذب رو هم حتی روایت رو قبول میکنید. اصحاب اجماع شما دقیقاً اصحاب اجماع شما تعریفی دارین تقریبا شبیه اصحاب در مورد اصحاب ما هست. مرسلاتشون رو بدون هیچ قبول میکنید. همین
دوستان کانال منهاج الکرامه شما داد میزدن اصحاب اجماع همش قبوله، اصحاب اجماع هر چی بگن قبول. اصحاب اجماع که کذب میبستن نزد شما سرن، کافرن، کافر. شما کافر، فاسق، فاجر رو چطوری سقه میدونی؟ فردی که کذب میبنده. و السلام علیکم و رحمت الله. جواب سندم در ضمن سند اصول کافی. بسم الله الرحمن الرحیم. من میگم که آقا در کتاب عقاید اهل سنت و جماعت نوشته مفتی محمد طاهر مسعود و ترجمه آقای گرگی با تفسیر محمد عمر سربازی، خواجه خان محمد، سید محمد ارشد، سلیم خان، ابوبکر قاضی و ده‌ها مفتی سرشناس در صفحه 204 کتاب میگه تمام صحابه عادل، مومن، بهشتی، هیچ کس به مصابه نمیرسد. تمام صحابه بر حق، معیار حق و از انتقاد بالاترند. تمام صحابه از خطا محفوظ هستند. اینها نفهمیدن، شما فهمیدی. من نمیدونم واقعا اگر اینها سنی نیستن، اینا رو با من سنی قبول نداریم، دیگه کی میخواد جوابگوی اهل سنت باشه؟ و اما شما هی میخوای موضوع رو عوض کنی، از بحث صحابه، از بحث عدالت صحابه خارج کنی، توی بحث روات حدیث ببری. هیچ ربطی نداره و من اجازه نمیدم و من نخواهم گذاشت که شما از این موضوع فرار کنی. و گفتم که شما از عدالت چیزی نفهمیدی، رفرنس دادم، برو مطالعه کن. شیخ طوسی عده صفحه 416 من کان مختم فی بعض الافعال او فاسقا بالافعال الجواره و کان ثقة فی روایته متحرزا فیها فان ذلك لا یوجب رد بخبره و یجوز العمل به لعن العدالة المطلوبة فی روایه حاصلة فی عدالة المطلوبة فی روایه. ببین دو تا عدالت ما داریم. و انما الفسق بافعال الجواره یمنع من قبول شهادتی و لیس به معنی قبول خبرهی. اون عدالت با این عدالت تفاوت داره. عدالت در نقل با اون عدالت که بحث شهادت دادن هست، اون که فسق مانع اون میشه، خیلی فرق داره و این رو دیگه خواهشاً مطرح نکن که بیشتر از این دیگه آبروی خودت رو نبری. بحث اصحاب اجماع هم دقیقاً این تعریف بر اون قابل هست و شما نباید دیگه بخوای موضوع رو عوض کنی روی اصحاب اجماع ببری. اما گفتی که صحابه که با عایشه توهین و تهمت زدن، اما که خوشم بعد از دو تایم تونستید اینو دفاع کنی واقعاً، خب این در تناقض هست. شما میگید که در باب اصحاب بدری پیامبر گفتی که هر کار دلتون میخواد بکنید، شما اهل بدرین. چی شد؟ پس چرا حد خوردن؟ این تناقض شد. این جلو تناقض رو شما چطور میخواد بدی؟ از اون طرف عمر میگه که یا رسول الله دعنی اضرب عنق هذا المنافق. پیامبر اجازه من گردن این منافق رو قطع. عمر شجاع نبوده دیگه، ما ثابت کردیم عمر حتی جرأت شمشیر کشیدن اینجا جلو پیامبر شیر شده بود، یاد بودن گردنش رو بزنن. در یک صحابی اهل بدر میگه که منافق. پیامبر میگه چیکارش داری؟ این منافقه. این منافقات، این صحابه بدری شما چرا حد خوردن؟ و اما گفتید حد خوردن توبه کردن. آقا جان شما از روایت خودتون هم دورید. مسند احمد حنبل جلد 11 صفحه 531 شعیب الارناؤوط که معروف ترین تعلیق دادن وهابی معاصر میگه صحیح این روایت هر کس بر او حدی جاری شود از عدالت خارج میشه. روایت از پیامبر نقل میکنه که میگه پیامبر فرموده هر کس حدی بر او جاری شود از عدالت ساقط میشه. ما نفهمیدیم بالاخره اینا اهل بدرن، عادلن. از اون طرف با عایشه توهین زدن، تهمت زدن. این تعریف چی میشه؟ از اون طرف هم میگه هر کس حدی رو بر اون جاری بشه از عدالت خارج. شما چطوری میخواد چیز کنید؟ اون رو دفاع کنید از اون باز بگین اینها عادلن. جواب حرف ابن عثیمین هم نداره که میگه خیلی از صحابه سرقت کردن، شرب خمر، زنا کردن و غیره. عذرخواهی میکنم. خب این از این موضوعی که نتونست جواب بدید درباره حسان بن ثابت انصاری و مثلا اساس اهل بدر و مهاجرین هم جواب ندادی. بحث رو مدام تکرار کردی و عوض کردی، از موضوع خارج کردی. اما بحث عدالت صحابه از دوست عزیز این رو یادت نره. خب روایت صحیح مسلم جلد 9 صفحه 284 میگه که عبدالله بن ابی و طرفدارانش با انصار درگیر میشن، آیه نازل میشه و ان طائفه من المؤمنین اقتتلوا. دو تا طایفه مؤمن، این خدا رو میگه اینا مؤمنن. روایت صحیح مسلم من نمیگم. چرا شما منافقین رو مؤمن میدونید اینا عادل باید باشن؟ و آقای ذهبی هم در سیر اعلان امور 4 صفحه 343 میگه یک جماعتی به آنها صحابه گفته میشه و در باطن منافق بودن، پیامبر آنها رو نمیشناخت. اینها برای افراد عادی مخفی هستن. شما چطوری میخواد از یک افرادی که نمیشناسید بگید اینها عادلن، اینا صحابه هستن، اینا اسناد دارن؟ یا روایت بخاری جلد 3 صفحه 1095 عمر حاتب بن ابی بلتعه رو که اهل بدر بوده که پیامبر گفت اونا آمرزیدش هر کار دلتون میخواد بکنید. حتی مسیحی هم اینو نگفتن که شما هر گناهی دلتون میخواد بکنید. ولی اینجا شما روایت نسبت در بخاری عمر بهش میگه تو منافقی.
هذا المنافق. و طبق روایت دیگه هم یکی از راه‌های شناخت منافق بغض آقا امیرالمومنین. و الان هم همین مطلب صادق، اگه کسی بغض داشته باشه واقعا ما می‌دونیم اون منافقه. حسین سعید در فضائل صحابه و شریعه آجوری و غیره اومده که جابر بن عبدالله انصاری و ابو سعید خدری میگن که ما منافقین انصار را به بغض امیرالمومنین میشناختیم. منافقین انصار یعنی توی انصار منافق بودن. ببین منافق بودن. شما این رو باید بدونی و بتونید اینا رو برای ما تفکیک کنید. چطوری یک عده افراد رو میگید منافق ولی نمیتونید اونا رو صحابه ندونید و هیچ راه تخصیصی هم ندارید، افک هم توضیح ندادید. من قانع نشدم. بفرمایید. خیلی خوب، باز سلام. اولا بحث افک نیست برادر عزیز، شما داری از بحث عدالت خارج میشید. من گفتم این دفعه سوم، دوستان دیگه شاهدن، شما گویا عقول مردم عاقل رو به تمسخر گرفتید. برادر عزیز، بحث عدالتی که در مورد صحابه گفتم اینه که صحابه رضوان الله علیهم اجمعین کذب بر رسول خدا می‌بودن. الحمدلله از روایت خودتون اولا ثابت کردن، از آیه قرآن آوردم، شما نتونستید رد بکنید. مهاجرین و انصار کسانی هستند که اینها عادل هستند، خداوند از اونها اعلام رضایت کرده و رضایت خدا رضایت دائمی هست. و این که شما نمیخواید باور بکنید، بله در کتاب اصول کافی روایت آمده که مجلسی در مرآت العقول جلد 23 صفحه 335 336 حدیث رو گفته حسن و موثق، که روایت است که فردی از صحابه شراب خورد و این فرد خبر نداشت از حکم شراب. این آوردن در زمان ابوبکر که بر این حد بزنن. بله روایت اون فقال ابوبکر. بعد حضرت ابوبکر رضی الله عنه این نزد حضرت عمر آورد برای حکم. گفتن به نزد علی ببریم که قضاوت کنه. حتی اتوا امیرالمومنین علیه السلام فاخبرها بقصه الرجل و قص الرجل قصته. قضیه به حضرت علی گفتن. حضرت علی چی گفت؟ قال ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرین و الانصار. گفته این فردی که شراب خورده ببرید در مجالس مهاجرین و انصار، من کان تلا علیه آیت التحریم، ببرید آیه تحریم شراب رو بر این بخونن، ببینن این آیه رو شنیدن یا نه. فلیشهد علیه، پس شهادت بدن بر اون. فلیشهد علیه ففعلوا ذلک، پس اونها شهادت دادن. بهی فلم یشهد علیه احد، هیچ یک از مجالس مهاجرین و انصار شهادت ندادن که این فرد این آیه رو شنیده. و انه قرأ علیه آیه التحریم فخلع عنه و قال ان شربت بعدها اغرنا علیک الحد. بر تو حد جاری میکنه اگه از این به بعد که آیه تحریم رو شنیدی تو بخوای شراب بخوری. خب کیا میرن دنبال شهادت؟ شهادت باید دنبال کی میره؟ خدای متعال در قرآن میگه واشهدوا ذوی عدل منکم، برید دنبال فرد عادل که شاید حضرت علی میدونست که عادل کیه، مهاجرین و انصارن. طبق آیه شریفه قرآن خدای متعال در باز هم میگم دوستان و السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، کاری که حضرت علی کرده و الذین تبعوهم بإحسان. اینا حداقل عدالت اینها رو که ثابت کرده حضرت علی در این روایت. روایت بعدی بحث نفاق رو پیش گفتیم. برادر تعریف منافق از تعریف اصحاب جدا هستش. منافق اصلا کافر هست، در زمره صحابه حساب نمیشه. تعریف حدیث حوض هم خدمت شما گفتم. حدیث حوض هم آقای طبسی هم ذکر میکنه و اونها رو خوارج میاره و ردی عملی اون نمیزنه در همون تفسیر خودش. و اگر ردی میزد باید میزد، حرفی میزد اونجا. حالا شما بگی تغییر کرده، خب ممنونتون باشیم با که تفسیر رو تا اینجا بر اساس تغییر نوشتیم. منافق تعریفش با صحابه، پیامبر صراحتا نفاق رو از اصحاب خودش نفی کرده. چنانچه در حدیث است، در اصول کافی حدیث طولانی هست، میگه که صحابه اومدن نزد رسول خدا گفته اتخاف علینا ان یکون هذا النفاق، گفته آیا ما میترسیم که این بر ما نفاق بشه؟ فقال لهم رسول الله کلا، هرگز این نفاق نیست. این چیزی که شما دارین میگین این نفاق نیست. و میگه سوگن اگر شما مهمان حالی که به آن خودتان توصیف کردید میماندید، هر آن فرشتگان دست در دست شما میگذاشتن و بدان مسیر روی آب راه میرفتن و اگر نبود که شما گناه میکنید، بله پس صحابه گناه میکنن. سپس از خدا آمرزش آن را خواهید، هر آینه خداوند خلقی میآفرید تا گناه کنند و سپس از خدا آمرزش خواهند و خداوند بیامرزد. اصول کافی جلد 5
صفحه 490 حدیث 1. سندش هم هست علی بن ابراهیم عن ابیه و عدة من اصحاب عن سهل بن زیاد و محمد بن یحیی عن احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن محمد بن نعمان الاحمر عن سلام بن المستطير قال كنت عند ابي جعفر. این هم سندش. سند روایت هستش که در نزد شیعه هست. اما بازم جواب ندادید. جناب حر عاملی بحث عدالت رو شدیداً خودش بر شما میتوپه، میگه این بحث عدالتی که شما آوردید در روایت اصلا این چیز چرندیه، این اصلا چرتی. میگه که العدالت فلیلزم من ذلک ضعف جمیع احادیثنا. میگه این عدالتی که شما آوردید تو روایت، میگه که ما بخوام قبول بکنیم، میگه همه احادیثمون ضعیفه. لعدم العلم بعدالت احد منهم الا نادرا. سواد داری برادر، شما که خیلی ماشاءالله ادعای سواد میکنه و حالا من نمیخواستم بتونم، شما از اول داری هی توهین میکنی. سواد داری بفرما برو بخون. در مثال شیعه حر عاملی جلد 30 صفحه 259 260 این شرطی که شما آوردید در مدار ما رواه العدل و الامامی الضابط فی جمیع طبقات، این خود جناب حر عاملی میتونه بهش میگه حرف الکی است. باش فری خدمت شما. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یک لحظه من تایم رو چک بکنم. الان وقت آخرین وقت آقای خسروی. خب حالا ما به تایم آخر رسیدیم. عزیزان میخوان تمدید بکنن تو اون اعدادش ظاهرا دوستانمون یه تایم رو 2 بار تکرار کنیم. مثلا دارم تایم 3، بعدی هم دارم تایم 3. این تایم آخر ظاهرا میخواد تمدید بکنید. اگر تمدید بخواد بشه طرفین باید رضایت بدن. آقای خالد شما میخواین تمدید بکنید؟ 3 تایم میخواید تمدید بکنید یا نه؟ تمدید نمیکنن آقای خالد. خب باش، پس این تایم آقای دعوا خسرویه، تایم بعد هم تایم آخر آقای خالد. بفهم. بسم الله الرحمن الرحیم. این که تمدید نمی‌کنن دیگه، حالا من نمیدونم دیگه، واقعا من مطالب سختی رو نگفتم. البته مطلب باز هم هست. این که تمدید نمی‌کنن نشون دهنده این هست که خودشون هم میدونن داستان از چه قراره و این رو خوب درک کردن که تمدید نمی‌کنن. اشکال نداره. من ان شاءالله تایم رو تمام کنم. اما روایت از اصول کافی خوندن که یک فرد شراب خورد. ببین دوست عزیز، داستان از این قرار وقتی این فرد شراب خورد، امیرالمومنین فرمودن که برید ببینید کسی شهادت میده یا نه. اول باید تحقیق کرد که آیا شاهدی پیدا میشه، بعد درباره عدالتش تحقیق میشه. این رو شما هنوز نمیدونه. خیلی جالب. خب اما من مطالب دیگه هست که اینا رو مطرح میکنم. این که شما میگید که بحث تهمت به عایشه رو دفاع نکردی، خب اگر شما مثلا واقعا میگید اشکال نداره اینو توبه کردن، واقعا هیچ اشکالی نداره و شما اینقدر ارزش برای نوامیس پیامبر قائل نیستی، واقعا من دیگه هیچ صحبتی رو نمیبینم که دیگه بخوام با شما دیگه فردی که ناموس پیامبر براش اینقدر ارزش نداره که بخواد غیرتمند باشه روش دفاع کنه، دیگه اون بحثی نیست اصلا با اون. خیلی خب مطالب دیگه من اینا رو تیزبار میگم. آقای ذهبی در کتاب روایت الثقات صفحه 23 میگه بعضی صحابه کفر بعضهم به تعبیر، صحابه همدیگه رو تکفیر میکردن، شما چرا عادل میدونید؟ و بعضیشون همدیگه رو کافر میدونستن، شما چرا عادل میدونید؟ طبق روایت پیامبر در صحیح بخاری جلد 5 صفحه 2247 پیامبر میگه هر کس به کسی بگه کافر، اگر اون کافر نباشه گفت به خودش برمیگرده. پس دو حالت بیشتر خالی نیست. اون دو تا گروه اصحابی که به هم دیگه گفتن کافر، یکیشون قطعا کافر هست، شما چرا همه رو عادل میدونید؟ اما بحث لعن، ابن تیمیه در منهاج سنن 468 میگه تلاعن بین امیرالمومنین و بین معاویه و اصحابش واقع شد، یعنی اینا اونا رو لعن می‌کردن و امیرالمومنین هم اونا رو لعن می‌کرد. خب بخاری جلد 5 صفحه 264 پیامبر میگه و لعن مؤمن که قتل، هر کس مؤمن رو لعن کنه انگار اون رو کشته. من نمیدونم واقعا شما چرا برای این معاویه علیه الحاویه این درجات رو ارزش قائلن که گفتید من توهین نکردم. حرف شیخ عاملی رو آوردی، شیخ عاملی حرف ما رو داره میزنه. اگر ما تعریف عدالت شما رو بخوایم قبول کنیم دیگه راوی نمیمونه. دقیقاً داره حرف ما رو میزنه. دقت کن. اگر عربی بلد نیستی دوست عزیز، من توهین نکردم، واقعا بلد نیستی، برو بخون. شیخ عاملی داره حرف ما رو تکرار میکنه. خب آقای تفتازانی میگه بین صحابه و حد فسق و ظلم رسوندن. شرح مقاصد جلد 2 صفحه 306. شما چرا نمیگید؟ از اون طرف ابن تیمیه در منهاج السنه جلد 7 صفحه 137 میگه که بیشتر صحابه به امیرالمومنین صد میکردن، فحش میدادن و با اون میجنگیدن.
روایت حاکم نیشابوری با تصحیح آقای زبیدی سرخونسوری میگه مقید نیشابوری روی منبر لعنت الله علیه به امیرالمومنین رو لعن میکرد. منهاج سال 45 صفحه 42 میگه که در روایتی در صحیح مسلم اونده که معاویه سعد بن ابی وقاص رو امر میکنه که امیرالمومنین رو صبر کنه که سعد البته این کار رو نمیکنه. من نمیدونم این معاویه علیه الحاویه که امیرالمومنین رو لعن میکرد و صبر میکرد این بالاخره چی میشه؟ حداقلش اینه که امیرالمومنین صحابه بوده دیگه. و از اون طرف شما گفتید که هر کس، امام مالک میگه هر کس صبر فوش کنه اصلا مسلمون نیست. پیامبر میگه که صبر کردن مسلم باعث فاسق شدن اون میشه. نووی میگه که صبر کردن مسلمان حرام است، هر کی صبر کنه فوش میده. بیشتر صحابه فاسق شدن چون صبر کردن امیرالمومنین رو. و ممنونم از این اعتراف خوب شما که هیچ دفاعی از صحابه نکردید و برای همه دوستان ثابت شد که هیچ دفاعی نداشته. و طبق روایت صحیح السند هم در صحیح مسلم که امیرالمومنین فرمود ولذی بلغ الحب و بلغ ان نسمع انه لعهد نبی الامی صلی الله علیه و آله و سلم ان لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. بیشتر صحابه که مبغض بودن طبق اعتراف آقای ابن تیمیه اینها همه از دم منافقن. شما چرا از یک مش منافق میخواید بگید اینا صحابه هستن؟ چرا نتونستین رو جواب بدید؟ من واقعا از دوستان میخوام از ایشون خواهش کنم که دفاع کنن از عقاید اهل سنت و این موضوع مطرح بشه. صحابه‌ای که در کربلا حضور داشتن و آقای غزالی میگه که حرام است که مقتل امام حسین خونده بشه، چرا که اختلافات بین صحابه مطرح میشه. در کتاب صواعق ابن حجر جلد صفحه 640 مطرح شده. چرا قاتل امام حسین رو باید ما صحابه بدونیم و اونا عادلن و بهشتی هستن؟ و مطلب بعد حضرت زهرا ابوبکر صادق نمیدونسته، کاذب میدونسته. میاد میراثش رو یک بار نه، دو بار، سه بار، چهار بار به کرات میگه آقای ابوبکر که خلافت رو غصب کردی میراث من رو بده، فلک رو بهم بده. در صحیح بخاری جلد صفحه 1126 این مطلب است. اما ابوبکر این کارو نمیکنه. امیرالمومنین در صحیح مسلم میگه که تو کاذبی، دروغگویی، قادری، خائنی، خیانتکاری. این عدالت صحابه نیست. اهل بیت مثل امیرالمومنین و حضرت زهرا اونا رو کاذب و عاصم و قادر یعنی خائن و حیله‌گر میدونن. شما چرا نمیدونید اونا رو؟ شما چرا اونا رو در درجات اعلای اسمت بهشتی بودن و عدالت میدونید؟ و همچنین مثلا شرابخوری عمر هم مطرح هست که عمر شراب خود. مطلب دیگه هم هست که صحابه پیامبر رو به دزدی متهم میکنند و خدمتتون عرض شود که به پیامبر میگن که تو دزدی کردی. روایت شرابخوری عمر هم که صحیحه که ابن حجر عسقلانی میگه سند هو قوی و هو اصح الشیء در فتح الباری جلد 10 صفحه 34 که عمر شراب خورد و کسی هم از مشی اون شراب خورد و مست شد هم حد خود عمر بهش حد زد. این شرابخوری عمر رو میخواد چیکار کنه؟ این یک فسق صریح هست. من نمیگم، روایت شما میگه. پس انشالله که دوستان بتونن خودشون قضاوت لازم داشته باشن. این دوستمون هیچ دفاعی رو نداشتن، از عایشه ناموس پیامبر دفاع نکردن، از ارتداد صحابه دفاع نکردن، عمده صحابه منافق بودن، بغض امیرالمومنین داشتن دفاع نکردن. و انشالله که در این تایم آخر دفاع کنن. دیگه حالا سوالی من اگر ایشون مطرح کنن چون وقت رو دیگه نمیخوان تمدید کنن دیگه نمیتونم جواب بدم. انشالله که سوالی که مطرح کردم همه جواب داده بشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و السلام علی من تبع الهدی. بله این دوست بله صدا هست؟ صدا هست؟ بله این دوست عربیدانمون نتونست آخر جواب ما بده. این بحث عدالت رو جناب آقای حر عاملی که حر عاملی در مثالشی ذکر میکنه ایشون اخبار هست و میگه آقا این قواعدی که اومدین برای خودتون بحث کردین نمیدونم ما رواه العدل الامامی الضابط فی جميع طبقات و این متأخرین شما که اومده گفتن ان الصدق به معنی العدل الضابط. میگه و کیف هم مصرحون بخلافه هم یوثقون من یعتقدون فسقی و کفری فساد مذهبی که ماشاءالله راوی فاسق و کافر و مرتد شما زیاد داریم و از اینها دارین تقلید میکنیم. این از این. در مورد حضرت عایشه هم خدمت شما عرض کردم، گفتم این صحابی بودن، اگر کسی هم نشان این خط و خطا شده حدش هم خورده در دنیا و کسی هم که حد بخوره تنقیض کردن بر اون تنقیض بر احکام شریعت هست و دهنکجی هستش به احکام خدا. و اینکه معلومه که کی به عایشه توهین میکنه. این عکسایی که در منهاج الکرامه میذارن و کاریکاتور از ام المؤمنین عایشه میکشن و
عرض به خدمت شما که حضرت عایشه در میان آتش نشون میدن و اینها، خب معلومه و کاریکاتورهای دیگه که میزنیم. این از این مطلب. در مورد که بله کسانی که بغض دارن برادر من، کسانی که اهل حرب حضرت علی بودن، حضرت علی اونها رو برادر خودش میدونسته. آیا منافقین برادران حضرت علی هستن؟ حضرت علی هیچ یک از اهل حرب خودش رو بنا به حدیث صحیح به شرک، به کفر و به نفاق متهم نکرد، بل گفت هم اخوان الذین بغوا علینا. و در نهج البلاغه اومده جلد 1 صفحه 236 گفته ولکن انما اصبحنا نقاتل اخواننا فی الاسلام. امروز با برادران اسلامی خود به خاطر لغزش و کجی و شبهه و تعبیری که در دین افتاده می‌جنگیم. شما میگی منافق بوده، حضرت علی میگه منافق نبوده، برادران بودن، نه به شرک نه به کفر نه به نفاق متهم می‌کنه. در مورد این که گفتی ابوبکر و عمر رو کافر می‌دونن، حضرت فاطمه هم حضرت علی رو خائن دونسته. در کتابای خودتون، در کتاب حق الیقین مجلسی جلد 1 صفحه 203 که جناب آقای مجلسی هم در سندش در ابتدا میگه که این در واقع مربوط به خطبه فدکی هستش. میگه که سند این روایت رو میگه و خطبه به این شهرت را کسی انکار نمیتواند کرد. یعنی میگه کسی نمیتونه این حرف رو انکار بکنه. گفته که حضرت فاطمه از روی مصلحت خطاب‌های شجاعانه درشت با سید اوصیا علی نمود که مانند جنین در رحم پرده‌نشین شده و مثل خائنان در خانه گریخته ای و بعد از آنکه شجاعان در را به خاک هلاکت افکندی. حضرت فاطمه در حضرت علی به خیانت متهم میکنه. ما باید بگیم که حضرت فاطمه علیه بالله منافق هست. حضرت علی پسر خودش امام حسن رو به مطلاق داره متهم میکنه و میگه که امام حسن علیه بالله، حالا شما چیزی که در کتابات اومده گفته که خداوند کسی را که بسیار طلاق دهد که اصطلاحاً بهش میگن مطلاق دشمن میدارد. ان الله یبغض کل مطلاق زباق. و در روایت صحیح هم شما دارین که امام حسن فردی بوده و حضرت علی به اصطلاح در روایتی هستش که در کتاب اصول کافی جلد 6 صفحه 56 اومده گفته که ان علی هو علی من بلا تزوج حسن فانه رجل مطلق. یعنی کسی بوده که از نظر احادیث شیعه مورد غضب خدا بوده. ما باید مثلا حالا یک نفر که یه اشتباهی میکنه باید به خاطر اشتباهش باید بیان مثلا بگیم که این دیگه عادل نیست، این دیگه فلان هستش. بله حدیث هم در مرآت العقول جلد 21 صفحه 96 حدیث موثق هستش و مجلس خیلی جالب در مرآت العقول چی میگه؟ حدیث رو که نمیتونه منکر بشه. میگه ولعل غرضه کان استعلام حالهم و مراتب ایمانهم. به مطلق الان از کی شد مراتب ایمان؟ لا انکار علی ولدی. میگه نمیخواسته فرزندشه انکار بکنه. المؤید من حی و قیوم که خدای حی قیوم ولد ایشون رو تایید کرده. و جناب بهرانی در حدائق الناظره جلد 25 صفحه 147 وقتی که به این قضیه میرسه چی میگه؟ میگه فالمقام محل اشکال ولا یحزننی الان جواب عنه و حبس. میگه من نمیدونم چی بگم به خاطر این روایت که در ذم امام حسن اومده. میگه قلمم حبس، قلمو میبندم نمیتونم دیگه حرفی بزنم. خب حالا یه فردی یک اشتباهی داره میکنه، آیا ما بگیم که حالا چون این اشتباه کرد، این عمل حالا خلاف شرع ازش سر زد، ما باید این فرد رو از دایره دین خارج بکنیم؟ یا حضرت فاطمه عصبانی شد از حد ادب خارج شد در مقابل حضرت علی، همچین حرفی زد؟ چنانچه کاشف الغطا میگه ما باید بگیم العیاذ بالله حضرت فاطمه چون به حضرت علی گفته خائن، ما باید بگیم که ایشون منافقه؟ حاشا و کلا. در مورد اصحاب اجماع توضیح شما تمام روایت های اصحاب اجماع رو مرسلات اون حتی قبول داریم دیگه. اگر راوی عادل رو که قبول نداری، راوی کاذب رو شما چطوری قبول میکنید؟ مثلا فردی است به نام عبدالله بن بکی، ایشون از اصحاب اجماع شما هستش، حالا بماند که مذهب ایشون مثلا فتحی است و جزء کفار هستش. جناب آقای خویی در مجمع الرسال جلد خب بسم الله الرحمن الرحیم. وقت شما به پایان رسید جناب آقای خالد بن ولید بزرگوار. امیدوارم که
همه دوستان از مناظره لذت برده باشن و استفاده کرده باشن. من عذرخواهی میکنم باز که دوستان رد هستن تا به اینجا و انشاءالله که ما یک تنفسی بگیریم، بعد خدمت دوستان دوباره خواهیم رسید. این تنفس هم برای رعایت عدالت هستش، یعنی این جو مناظره تموم بشه، ما به طرفین مناظره دیگه میکروفون نخواهیم داد، فقط عزیزانی که اینجا هستن میتونن بیان و نظرات خودشون رو اعلام بفرمایند، ما خدمتشون هستیم. تایم آخرم ظاهرا یه 7 ثانیه دوستان میفرمایند تجاوز کرده، ولی ایرادی نداره دیگه. حالا در واقع اینجا اینقدر عدالت به نفع مخالفین رعایت شده که این امروش. به هر حال بریم سراغ یه تنفسی و بعد خدمتون خواهیم بود.